درود و وقت بخیر. امروز میخوام راجع به کشوری باهاتون صحبت کنم که توی سواحل دریای آدریاتیک قرار داره و صاحب زیبایی‌های زیادیه، به طوری که این کشور پاتوق کساییه که با اسکی، دوچرخه، غواصی و قایق سواری سر و کار دارن و هر ساله میلیون‌ها توریست رو به خودشون جذب میکنن. اسم این کشور مونتنگروه و تاریخ متلاطمی داشته و از گذشته میزبان امپراتوری‌های زیادی بوده. در دوران شوروی مونتنگرو که به یوگسلاوی وابسته بود، بعد از هم پاشیده شدن شوروی در سال 2003 با صربستان به یوگسلاوی جدید پیوستند و فقط بعد از 3 سال در سال 2006 با برگزاری رفراندوم از صربستان جدا شدن و اعلام استقلال کردند. یعنی اول با صربستان متحد شدن، اما بعداً راهشون رو از هم جدا کردن و کشورهای جدیدی رو ساختن. توی این کشور که کلی جاهای تاریخی پیدا میشه، رودخانه‌های تارا و شهر کوتور تحت حفاظت یونسکو قرار دارن. بهترین و ایدئال ترین زمان برای سفر به مونتنگرو رو بین ماه‌های خرداد تا مهر ماه در نظر گرفتن، به این خاطر که امکان گردش و دیدن کردن از شهرها و هم توی ساحل گشتن و توی دریای آدریاتیک شنا کردن کاملا فراهم و مساعده. وقتی میگیم مونتنگرو، تصویری که از این کشور باید توی ذهنتون بکشید اینه که توی فصل تابستون واسه گشتن عالیه و پلاژهای بی‌نقصی داره و همین که صاحب بناهای تاریخی چشمگیریه. اگه دریا و شن رو دوست دارید و اگه دلتون میخواد خودتون رو توی یه جو تاریخی و پر از آرامش قرار بدید، قطعاً باید به مونتنگرو سفر کنید. جمعیت این کشور فقط 600,000 نفره و یکی از پر آرامش‌ترین کشورهای منطقه بالکان محسوب میشه. از طرف دیگه وقتی میگن مونتنگرو ممکنه توی ذهنتون فقط شهر کوتور بیاد، اما ممکنه تا حالا اسم پایتختش رو نشنیده باشید. اسم پایتخت این کشور پودگوریستا و 1/3 مردم در این شهر زندگی و کار میکنن. روی نقشه مونتنگرو در شمال با کرواسی و بوسنی هرزگوین، در سمت جنوب با آلبانی، در شرق با صربستان و کوزوو همسایه است و در سمت غرب هم در سمت دریای آدریاتیک قرار گرفته. کشورهایی که توی منطقه بالکان قرار دارن برای رفتن به مونتنگرو نیازی به قوانین خاصی ندارن. اگه مقصدتون مونتنگرو و سفرتون از 90 روز بیشتر نشه، نیازی به ویزا هم ندارید. حتی بعضی از شرکت‌های هواپیمایی سفرهای مستقیمی از استانبول به مونتنگرو دارن. یا اگه در یکی از تورهای کشتی‌های گردشگری استانبول ثبت نام کنید، با یه سفر دریایی قشنگ با کشتی گردشگری میتونید مستقیم به مونتنگرو سفر کنید. آب و هوای اونجا شبیه به آب و هوای منطقه کارادنیزه و هر چقدر به مناطق مرکزی کشور نزدیک بشید، بیشتر اقلیم قاره‌ای یعنی خشکتر و کوهستانی‌تر رو میبینید. یعنی اگه بخوام با ترکیه مقایسه کنم، اگه شما سواحلش رو شبیه به آنتالیا در نظر بگیرید، قسمت‌های مرکزی این کشور هم شبیه به آنکارا میمونه. بیایید فرض کنیم شما همون شخصیت اسرارآمیزی هستید که توی یه مغازه ماهیگیره و میخواید توی مونتنگرو کار و زندگی کنید، یعنی به طور دائم میخواید توی مونتنگرو ساکن بشید. اگه یه حرفه‌ای رو دارید در مونتنگرو به راحتی میتونید کارتون رو شروع کنید و علاوه بر این برای کار کردن اونجا نیازی نیست که مخفی بشید. اگه 2000 یورو داشته باشید اونجا میتونید راحت کار راه بندازید. دوستان، در کنار اون 2000 یورو هم فقط با 4 تا برگه و طی 10 روز اونجا میتونید کار راه بندازید. به خاطر اینکه این کشور با دولت جدیدی که بنا کرده، با زیاد کردن جذابیت‌های گردشگری و با ایجاد شغل میخواد سرمایه گذاران خارجی بیشتری رو به سمت خودش جذب بکنه. به طور مثال در 8 سال اخیر توی این کشور 50,000 نفر خارجی شغل ایجاد کردن و در بین اینا کلی هم افراد ایرانی به چشم میخوره. اگر شما بخواید اونجا کار ایجاد کنید بدون مشکل و موانع قانونی دست و پاگیر میتونید توی مدت کمی اجازه اقامت و کار بگیرید. یا اگه توی جیبتون چند صد هزار یورو داشته باشید، با خریدن خونه مستقیم میتونید اقامت اونجا رو بگیرید. فقط یه سری جزئیات وجود داره که اجازه اقامتی که بهتون داده میشه فقط برای 1 ساله و اگه میخواید دائمی اونجا زندگی کنید اجازه اقامتتون رو باید هر ساله تمدید کنید. البته این نمیتونه شما رو بترسونه
میترسونه، چون که اگه کاری که دارید اونجا انجام میدید رو به رسمیت بشناسن، یعنی به عبارت دیگه برگه مالیاتی داشته باشید، اجازه اقامتتون رو هر سال به راحتی میتونید تمدید کنید و میشه گفت که خودش تمدید میشه و اگر در طول 5 سال توی مونتنگرو بمونید، اجازه اقامتتون به حالت دائمی در میاد. حتی اگه با یه مونتنگرویی ازدواج کنید، کسی دیگه کاری باهاتون نداره و دیگه به عنوان یک شهروند نیمه اروپایی و نیمه مونتنگرویی اونجا محسوب میشید. خیلی منطقیه که بخواید توی کشوری که تقریبا اروپایی به حساب میاد مثل مونتنگرو زندگی کنید، چون تا سال 2025 وارد اتحادیه اروپا میشه. بعد از ملحق شدنش به اتحادیه اروپا هم میزان پتانسیل و درآمدش به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه و مردم اونجا ثروتمندتر هم میشن. نمیدونم احتیاج به گفتنم هست یا نه، اما کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستن با داشتن ویزای شنگن هر جای اروپا که بخوان خیلی راحت میتونن برن. بیایید فرض کنیم که کشوری که توش زندگی میکنید موفق شده که عضو اتحادیه اروپا بشه و شما دیگه از زندگی کردن توی مونتنگرو خسته شدید. حالا چون شهروندی هستید که عضو اتحادیه اروپا است، پس میتونید برید توی سوئیس، ایتالیا، هلند یا هر جایی که دلتون میخواد فعالیت‌های تجاری انجام بدید و زندگی کنید. کشورهای در حال پیشرفت مثل مونتنگرو درهای دنیا رو به روی شما باز میکنن و به شما اجازه این رو میدن تا به فرای مرزهایی که توی اونها زندگی میکنید برید. در ضمن واحد رسمی پول کشور یورو هست و خرید و فروش بر اساس یورو انجام میشه. واقعیتش توی این کشور مثلا همین الان هرج و مرج اقتصادی وجود نداره و همه آروم و بدور از روزمرگی های جهان دارن زندگی میکنن. نرخ مالیات توی این کشور فقط 9% و به همین خاطر مردم به خوشبختی زندگی میکنن. وقتی یک تجارت راه میندازید، ملکی میخرین یا ماشین میخرین، دیگه مالیات های مختلف و متنوع توی این کشور پرداخت نمی‌کنید. به عبارتی میتونیم بگیم اینجا بهشت مالیات دهنده هاست. به خاطر رفاه زیاد توی این کشور هم میزان جرم و جنایت تا حد زیادی پایینه. اگه ساعت 2 شب توی خیابون‌های مونتنگرو تنهایی بچرخید، کسی مزاحم شما نمیشه و وسایلتون رو نمیدزده. از طرف دیگه چون که مردم توی تکاپو زندگی نمی‌کنن، همونطور که میتونید حدس بزنید خبری از ترافیک‌های سنگین هم نیست. به همین دلیل توی ترافیک زمان زیادی رو از دست نمیدید. به خاطر اینکه کشور کوچیکی تعداد ماشین ها هم کمه و شما حتی مشکل پارک کردن هم ندارید. یا اینکه حتی برای رفتن از یه گوشه کشور به یه جای دیگه‌اش لازم نیست سفرهای 2 روزه با اتوبوس بکنید. توی 1-2 ساعت هر جای کشور که بخواید رو میتونید برید. اما این مسئله جنبه‌های منفی هم داره. از اونجایی که جمعیت این کشور خیلی کمه، پس وقتی یک کسب و کار راه بندازید، کسایی که بهشون دسترسی دارید خیلی کمن. این هم یه فاکتوره که باعث این میشه که نتونید درآمدهای بالا داشته باشید. البته این مسائل زندگی فقط با راه اندازی یک تجارت با کسب و کار نیست دوستان. وقتی از کشوری به یک کشور دیگه میرید، همه زندگی خودتون رو پشت سرتون جا میذارید. خانواده‌تون، دوستاتون، آشناهاتون توی یه لحظه همه از اطرافتون محو میشن. لازمه که قانونهای جایی که میرید رو یاد بگیرید یا همین که با فرهنگ مردم اونجا هماهنگ بشید. یا فرض کنیم برای گرفتن یه مدرک به اداره‌های دولتی باید برید، پس باید زبان اون کشور رو یاد بگیرید. این نکته هایی که گفتم فقط راجع به مونتنگرو صدق نمیکنه و برای تمام کشورهایی که بخواید برید وجود داره. یعنی مسئله فقط اقتصادی نیست و این رو هم نباید فراموش کرد. بحث از زبان شد. زبان رسمی مونتنگرو مونتنگرویه. بجز این البته اگه شما هر کدوم از زبانهای سربی، بوسنی، آلبانی و کرواتی رو بلد باشید، میتونید با اون توی این کشور زندگی کنید. بجز زبان آلبانی بقیه زبانها شبیه به همدیگه هستن و همشون ریشه مشترک دارن و از فرهنگ اسلاو ها گرفته میشن. دقت کنید بین زبانهایی که گفتم انگلیسی نبود. بله دوستان، یکی از عجیب ترین واقعیت هایی که وقتی به این کشور میرید شما رو ناامید میکنه اینه که بیشتر مردم این کشور تقریبا اصلا انگلیسی بلد نیستن. یعنی شما نمیتونید بگید برم 1-2 سال اول با انگلیسی اداره کنم، بعدش مونتنگرویی رو یاد بگیرم، چون که مخصوصا توی اداره های دولتی وقتی انگلیسی صحبت کنید بدون واکنش به صورتتون نگاه میکنن. از نظر اعتقادی هم مردم مونتنگرو به دین خیلی وابسته هستن، به
همونطوری که توی خیابون‌ها و یا جاده‌ها مرتباً کلیسا می‌بینید. مسیحی‌های ارتدوکس توی این کشور زیاد هستن و مسلمانان و کاتولیک‌ها هم توی این کشور زندگی می‌کنن و حتی می‌تونیم بگیم بزرگترین گروه رو مسلمان‌ها تشکیل میدن. میانگین سن توی این کشور 30 هستش و برای این کشور یه دولت جوان میسازه. میانگین سن مردها 73 سال و میانگین سن خانم‌ها 78 ساله. حتی توی دنیا هم امروزه میانگین سن 68 هست و بیشتر شهروندهای این کشور از کشورهای مختلف اروپای مرکزی به اینجا مهاجرت کردند. مونتنگرویی ها در مورد همجنسگرایی هم تا حد زیادی محافظه‌کار هستند. به همین خاطر توریست های همجنسگرا باید به فکر واکنش هایی باشن که ممکنه از طرف دولت یا مردم دریافت کنند. مخصوصا توی بخش های عمومی و یا حداقل از رفتار مردم این کشور باید با خبر باشن. همچنین از مصرف بیش از حد الکل خوششون نمیاد و خوب برخورد نمیکنن. این مسئله رو به غرور تبدیل کردن و از آدمایی که زیاد مشروب میخورن به صورت کلی بیزارن. یعنی مردم کشورهایی مثل لیتوانی و ایرلند ممکنه برای عادت کردن به این سبک زندگی بسیار سختی بکشن. اما یه نکته عجیب وجود داره. مردمی که نسبت به الکل اینقدر محتاطن و خودشون رو افراد معتقدی میبینن، وقتی موضوع توریست باشه توی ساحل ها همه رو راحت میذارن و هر کسی هر کاری رو که دوست داشته باشه انجام میده. چیزی که ازش حرف میزنم اینه که وقتی به دریا میرید، اونجا به هر ساحلی که برید تا آفتاب بگیرید، میبینید که آدم‌های اطرافتون عملاً بدون لباس دارن آفتاب میگیرن و از این مسئله خجالت هم نمیکشن و آدم‌های توی ساحل واقعاً بدون لباس میگردن و به دریا میرن. از لحاظ فرهنگ غذایی با فرهنگ غذایی مجارستان و ترکیه آشنا هستن. مثلا اونها با علاقه شیرینی و باقلواها رو میخورن و غذاهاشون رو مثل ترکیه‌ای‌ها با روغن زیتون درست میکنن. توی این کشور اگه وارد مغازه فروش مواد غذایی بشید، توی رنگ و طعم‌های مختلف انواع پنیر رو می‌بینید. توی این کشور پنیر صرفاً یک ماده غذایی محسوب نمیشه و یک غذای اصلی به حساب میاد. معروف‌ترین غذاشون که اسم راستان رو بهش دادن از کلمه سبز تیره و سوسیس خانگی درست میشه و چیز دیگه‌ای هم نداره. بیاین یکم به وضعیت اقتصادی روز مونتنگرو نگاه کنیم. متاسفانه کشور مونتنگرو که به صورت دردآوری از یوگسلاوی جدا شد، متاسفانه وابسته به خارج از کشور و این کشور تقریباً هیچ تولیدات داخلی نداره. به همین دلیل از کشورهای اطراف و از اطراف مختلف اروپا کالا به دست میارن. امروزه اگه که اروپا به این کشور پشت کنه، میتونیم بگیم که مردم این کشور عملاً گرسنه میمونن. به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی برای این کشور از اهمیت والایی برخوردارن. با این حال فقط از طریق توریسم و از طریق شرکت‌های خارجی درآمدهای خیلی بالایی به دست آوردن. از طرفی کارهای بانکداریشون توی این کشور خیلی عقب افتاده است و بانکداری با موبایل در حد ترکیه و ایران پیشرفته نیست و شما برای انجام آسان‌ترین کارهای بانکیتون هم باید به شعبه بانک مراجعه کنید. از کارت بانکی هایی که توی دستتون هست هم میتونید پول برداشت کنید ولی نمیتونید بهشون پول واریز کنید. به عنوان یه شهروند توی این کشور اگر نرخ زندگی رو بررسی کنیم، خیلی موضوع هست که بشه بهش اشاره کرد. بر فرض مثال اگه یه خانواده 2 یا 3 نفری باشین و در این کشور زندگی کنید یا میخواین به این کشور برای زندگی مهاجرت کنید و بخواید در پایتخت اونجا زندگی کنید، یه خونه 1 خوابه یا 2 خوابه به راحتی کار شما رو راه میندازه. توی این کشور نرخ اجاره یه خونه استاندارد بین 350 تا 700 یورو متغیره. البته مبلغی که برای خونه در اونجا پرداخت میکنید بسته به مکان و مبلمان داخلش و کهنه یا قدیمی بودنش میتونه متغیر باشه. خلاصه در این کشور با مبلغ 400 یورو یه خونه استاندارد میتونید داشته باشید. برای خانواده 2 یا 3 نفره قبض برق تقریباً هول و هوش 50 یورو در میاد و به این نکته هم اشاره کنیم که در این کشور گاز طبیعی زیادی وجود نداره و انسان‌هایی که در اونجا زندگی میکنن با برق گرمای خودشون رو تامین میکنن. قبض برق 50 تا 60 یورویی شامل دوران سرد و گرم خونه هم میشه و از این طرف مورد دیگه‌ای که وجود داره اینه که در این کشور قبض آب خیلی ارزونه و تقریباً هول و هوش 8 یورو پول قبض آب پرداخت میکنید. جای قشنگ این مسئله اینه که در این کشور آبی که از شیر میاد قابل آشامیدنه و نیازی به خریدن آب از بیرون نیست.
قیمت یه اینترنت پرسرعت و وای فای حد اکثر تا 20 یورو در میاد و البته علاوه بر مالیات آپارتمان مالیاتی است که باید به دولت بدید و اینها حد اکثر با هم 15 یورو میشه. به نظرتون خرج غذای 2-3 نفر اونجا چقدر در میاد؟ در ماه کم کم 300 یورو رو باید بذارید کنار و در آخر حداقل دستمزد در این کشور 450 یوروه و این مبلغ نسبت به کشورهای خارجی یا اروپایی خیلی کمه. ولی یادتون نره که اینجا نرخ مخارجتون هم نسبت به اروپا بسیار کمتره. اگر که شما 2 نفر کار کنید و ماهانه 1500 یورو درآمد داشته باشید، میتونید توی این کشور از یک زندگی بسیار عالی برخوردار باشید. ممنون میشم که ویدیوی ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.